خلاصی از ما خفه نیستی نه برادر از شما چی خفه و خوش باشیم Yeah. سردار بچه اوی واسکت دوختش نه خیر بدونی اوه دلسر مفتل کشت سردار بچه مشکو تو دیگه مال دوزی نخرید و 4 سبا مار آرام بام که تو نباشی ما چی کن نه ما چی بفهمم که مال دوزی کل مردم اونمونجا من کار میکنم باز من مجبورستم ننجام که خدا در او آتش دیم که 4 پا غریبی کنم اگه کار نکنم این غم سکم چی تو میشه بری دفترها و دلسر باید بیا دانه چی میشه مجبوری زده چطور کنم سردار بچه فکرت باشه بچه که دیگه مال دیگه نخواه بس پلیس گیرت میکنه بندیت میکنه رای نزن ننه جان خدا مهربان است باز تو تمیده ما در جایش نانم ما دیگر رفتم دانه که یک هفته‌است ما کار نکردیم خدا مهربان است رای نزن ما برم که یک دفعه با اشکل پرسان کنم کجاست مولایم در کجاست که دم نشده باشه راستی فکر باشه که اگر ناوقت آمدم کفترها و سایره را او دانه بیتی ما رفتم بگم نه جان زود بیایی برای شام سودا بیاری بچه نه چی میگی او بچه سردار با چی گپ شد نه من پرسانم نمیکنی که مثل وقت جا روان هستی کوک پسین کوک کلای همین پسین کلای ندارد این کار تا نمانیده نه نانه میزنه کفترها خود اوار بدونه بگیرم ببر داستاشخانه ببر همین پسین کلای نزدید گرده حالا که من میرم رفته نیستم بای تو از آب دریا فارغ است بینوایان خدا دستر تب نمیدهد تنگ تنگ تنانانانان
چند تا کن نظام خودت توی جانجور خانه خیرت بخیر است قربانشم سلامت باشی بیادر خیال داری کاکا نظام همراه کار قربانشم کاکا نظام از مرکمون بیزاره همیشه بود او دادر دفع گوش کو بندی بودم در توقیف بندی بودم بیادر اینم امروز خلاص شدم این آمدم چی دم داری؟ خیرت بود خب دیگه گفت بود بیادر اینمی گفت چیزی را خریدم دیزی برام از این بند دستم و پولیس گرفت یک وقت دیدم که در توقیف هست خب کاکا نظام بله پیش ازی که به توقیف برم همینجا یک دانه رادیو پیشت ما نبودیم که تم باعث کرم همون هست یا نه؟ بله بله اونمو که از بته که من کار دارم باسکله که خب برکن معلوم نشد دیگه باسکل تا خانه رای کردیم خب خیر بیدونی خیر بیدونی دیگه رادیوه که پس خدا دیگه ماما خیلی بود برو بدر باسکل خانه بیدیه فامیلی خانه بود برو بدیه خیر بیدونی خیر بیدونی خند کاکا بگوشن امور از بیتر نیست دیگه به تیز میری تیز نیست برکت بیدی که کاکا با دوجان یا رادیوه که من میگم برکت دیگه بگم نظام قد یکم بیدم هستم این انجوال میرم میگم نه دیگه نظام مرفتم که کار غریبی ما میری اینمی رو گرفته بریم این بازار میگم باید باشتم رو برای با خدا رفتم دیگه خدا پارک کرد سلامت بود دسته نتوفریم اون ساده سمیده یا سمشه اون میگه باشه نه باش وقت مردم هست نه دوست گرفتره کاکا اصلا چی بپا؟ ماشه معلمه رو زیاد میکنه تنخواه زیاد میکنه با کل که تنخواه زیاد میکنه افغانستان پس آبادی شده خوب یعنی سقایی؟ بیخی پخته؟ رفتم تو کاکا خدا رسه خور خریدی نمونده خریدار یک جا نصیب و پنجو دخطه او بساب نره دیدم نصیب خوره نیشاد دیگه بادار که به میتیفت هم میخانه امیر چند مادر خریدار خواستی یک دپ پخته خریدار هستی یا نه؟ برو که خریدار هستی مرا دستشه از ما شما قول راستی در تیپ تا میشینه در خطه جاپانی همین یک گپ مرد سخی 15 ساعت ساعت هم که میفهمی که چی ساعت بادار همین یک پیسه میتونم تصفیه شم قربانه شم ولد خرید صدا باشه برو خیر است به خاطر از اینکه اینمی ساعت در تیپت خوانده و می گل روی خودت 200 دیگه هم صدقه سرت خلاص همون چیزی که گفتم تا بادار نمیخری خریدار نیستی یک چیزه که بالا برو چطور نمیخرم او بدر میخری؟ چرا نمیخرم میخری؟ خریدار هستی؟ خریدار هستم مرا که اون دسلافته بگیره مرا دیگه مرا دیگه باش صبر کو بدر مرا دسلافته مرا او بدر بانک من ساده صحیح سایت کنم یک دفعه با تصفیه شم سالش این ساعت هم میدر واز معلومه که تصفیه شم میگه این چی؟ ساعت واز شدگی ساعت کنه بدر واز شده جمچه رابط زده شد دیز تنه به خریدار نمیمانه برو جمچه نمیشه جنگ میکنی برو مغز ما رو خراب نسل سالت
منصور است که قند کاکا نام خدا بابید خانه است برش بگو بیا که سردار آمده کار دار بله باش ما منصور هستم بله آقایم خانه است شکر که خانه است حالا قند کاکا سردارش که بگو بیا که سردار آمده کار داره حالا کار نتیجه بله یا بچه منصور بابا یک نفر آمده میگه سردار هستم شما را کار دارم سردار؟ بله ها سردار بچه کجا بیده؟ چشمای ما روشن سر باد آورد باران آورد یافتم از کلام تو برامده که طرف ما در خوردی او بچه این صدای دول دنبال دستی داشته توی است نه؟ توی وکیل صاحب کوچه ها بچه کته آدم به توی هم خبرت نکنه یا زراوان بیا آدم غریب که خبر بداره بیا که بره او میرم من سو چند کاکان باید کنم بیدیدم میردم داخل خانه در در هفته پیش یک دانه دیگه از سر چپ قند و قروت رو برسنه میری بردن ندارم دیگه ضعیف است بیا که بشه بیا خب بگو ما خود ترا هیچ وقتی ترا اصاب خراب ندیده بزن چی گپ شده؟ اگر میفهمیده که چی گپ شده حتما یک دفعه در توقیف نیامدی اول ما میگرفتی گناهی تو نیست دیگه حضور آورد چی گپ شده؟ والله که ما هیچ خبر باشد بگو نی؟ های اگر میفهمیدی باید خبر ما در توقیف میگرفتی خب خیر گذشت او آیت الله بیادر خبر داری یا نه که چه قضیه سر ما پیشه یک جور کمری که تو یک تایپ رادیو را خریدم دوزی برآمد امی شور خوردنی پولیس از بند دست ما گرفت یک وقت دیدم که در توقیف هستم او زور آورد چند دفعه گفتم تاته ادمی که دست بدی باید که خریده بودی نامی نگرفتی او زور آورد بسم الله دیگه منصور بچه که کاکای جوک میکنن او بچه چی که نتوره؟ هیچ چیزی نکنه همین روز یک آس خوردیم اونمو البت سرم و نمیخوندی؟ نه؟ خب سردار بیادر گلو گذاری تام کردی از هر جای گپ هم زدی نگفتی که خبرهای تازه سری چوکت چیست؟ حیات الله بیادر قربان شد بان که بارمی دم دمی پای ما ترا او بیادر حلق ما خشک است یک چای بخوای که بخوریم حلق ما تازه شد که مخباره برد بگویم با بچه منصور ابو چای گرفته بیاد او پلا جان خیلی بزنی خند کاکا تسکو خود حیات الله از اخبار گفتی بیادر بمی دو گوش گناهگارم شنیدم که میگن من نمیگم خبرهای سر چوک میگن اون برادر گله که ترا دارم میفهمی که خبرهای سر چوک دروغ هم نیست بمی دو گوش گناهگارم شنیدم که میگن بعد از این ماش ناردینی زیاد میشه اون برادر خانم برشان جور میشه مگم سر اینه ماش دیگه موبرین که رسید امی یک دمی اخبار برادر چکش قطعا چیزی نگید هیچ این خوب گپ است اولادای ما خواننده میشه کدام خبر تازه کاغذ پیش داری یا نه؟ دلم نمیشه که برات بگویم به خاطری که تو نازون دمو توقیف از دفعه اول من نگرفتی مگم که سمی روز حالت میبینم هرچی که باد آباد میگم دیگر میفهمی او حیات الله بیادر به می دو گوش گناهگارم شنیدم که میگن چی میگن؟ من نمیگم خبرهای سر چوب میگن آس فروش میگن که حیات الله
به روزای میزدی بخیر بخوشید پیسه دار میشه. کارت فکر کردیم تشویش نکن کارت میشه. تشکر رئیس صاحب بیچوچه نشین صاحب. ما قربان خبر سر چوکت شوم راستیم که خبر سر چوک خبر است. ای والله چکمه بچه یک چای تلخ سیاه میگه برای ما روان کن. بابا سلام در چی دم هستی حضور والا؟ نگفتی که این طرف گفای نو چی؟ مردم میگه یک نمره زمین داره دوی دیگه هم بریزاده میشه. خوب کاکا سلامی خوب گفت است دیگه چی گفای نو؟ راست میگی تام راست میگی والا بیا خیر باشه. چی کن داره؟ استرام نکنی؟ بابا این یک هفته میشه من اینجا جوری میتم آخر مسئله کار ما چطور میشه ها؟ حالا کن یادت؟ یک هفته خب ما مخصوص کار بار داریم مجبور از اینکه نهیم مجبور است من ده مجبوری چی؟ بوزش نمیشم توی سیسه تو گپ از ورا گوش نکو کاری ما را بکو ما کنو جوان نیستیم باز همه تا میخوریم همین کار ما شود یک چیزی سر ما حق داریم مجبور استم آدمی نیست گپ بزنن کاکا شکر گپ ما نیست که از یادت رفت خودتان دیم سیستان شما هلو سلام علیکم رئیس خوب هستین؟ بچه‌شون سای خطا نکن
شما خیلی تشکر زنده باشید. من بیادر دیگه. من بیادر. آمد رجا بسید. بعد کوهان خبر نکنید. نصیر رحمان یاد افتاد خطا بگو درست باشه غفور انشاءالله رو بگو دیگه طرف مزار نکنی از کارما دیگه نمانش کردی محمد صبور سعید دیگه سعید افسایی با سعید همین بگو که سبا تا 9 بجه بیا زنده باشید والله کردم زا کار داشته اگر سوال کنید هر ادمی از تو ما بیادم ماندن باشید سوال بیا و تاکید نکن دخترشان کنید سلام علیکم آقا خود جنجور خدمت خوب هستی؟ یعنی دادا جوره؟ چی آمدی؟ جنجور و علیکم کاکا شکر جور هستی؟ جنجور چطور هستی؟ شکر فهمی خوبه؟ خود جور هستی؟ نه این چطور نمایی تو کارها چند روان دیگه بند هستی کاکا شکور نام خدا کاکا شکور یکی 14 ساله جور شدی از برکت شما شد که کاکا شکور از نو جوان شده ساید میگه
نه تربوز خوب شفت یکی کنم همه کلام شد یکی تیرا مالی منصور بچه جانیواز موتا مسعود گرفته برو بیارش تربوز آفرین بچی باری جمیل نام خدا های بگیریم بچی آفرین این بچه کاری شکر بابا منصور جان یک خواهش ازت کنم یک دانه موبایل خبرم بگی الله پری روز ایرانی جا میفهمی قندیگل آمده بود الله که باید ساعتهای از موبایل خود دفت گیره برم بچه گکم برم که بچه گکم به موبایل دفت این موبایل مدام موبایل های مقبوله و قیمتی الله انا داریم به ترقیدار رسید یک دانه گنده بگی که ما داشتیم بستم الله که دلم بیداده مادر منصور جان با خدا گفت دلی ما گفتی اون روز میشاور امشیره دم سر ما موبایل خود تیم داد خرا سر خوار مرد دیگه که خبرت کردی مادر جان پدر جان خو گفت بد نزد حالا از پدر جان ما که خالیم از یاد دوست داریم بچه پدرت خود تاج سرم است خالم تو یاد پدرم است مادر جان پدر جانم خراستی هم خالی ما چیز نگفته مگر هم شیر خالی هم درستی هم کتیم کلام کارت تو دیگه پا چه برمت بخور دسته بخور بابا شما تو اون خاک سردنی دیگه من با کسی در غم خوردنی ماندیم ما فنیکت بزده Vamos
یار همه تا آسا که باسا عرض منه بیاد خدا یار میفهمی سمکان این دفعه دیگر رقم قرار داده است یک مکتب از را میدان شهر برآوردم که دید که 3 لک دلار مصرف داره همراه 25 لک دلار قرارداد میکنم به شرطی که از 2 شرکت دیگه هم قراردادش بیاری اصطلاح میشه 15 لک خود میگیرم 10 لک ترا میتم این باقی مانده مردم هم در کلی خودت هست قربانت شم صدقه شم مخواهی نمود قرارداد کار دارتون که خم خودتو غم کاکا شکور خورده شود خوبه یا تو خون من با اجازه دیگه با من خوبه تمام جا بسیاری گیری که هر خطر حال دفت خوبه دیگر دانو پیشکش نداره حیات رو خوب سمت بانو مادم خوام فکر نکو دیگم با خدافه ما به خود بشته حالی چی میگی بان کنی دم ما را شوه از کار غریبی انداختی ما را گپ چیست حالی چی میگی که داخم رد ندیده باشه به تجاه دیدی این غال مغال نمیده که بیادت مرا کجا میبری بیشی کنم کجا؟ نه بله یک چند هم تخم گرفته به جوشانده کمی سردار جان آش خورده سیالینگی گرفتیش راست میگه برکت میدونی بچه شمسد یک 5 دانه بیارم برا یک 5 نظر او زوراور ما دیگه فرصت را از کجا پیدا کنم همین روزانه که گشتم که لنگ در لنگم نمانده بگو که اخبار سر چپ کس کدام قرار است یارا اطلاع بیادر دیگه ماندنی والای ما نیستی ها خیلی گوش کو به می 2 گوش گناهگارم شنیدم که میگن چی میگه؟ خبرهای سر چوک میگه من نمیگم میگه که انقریب بخیر اینمی تمام سلا رو میفهمی تفنگ اینمی تفنگ ها جمع میشه در دیپوها مانده میشه اون بیادر دیگه خبرهای سر چوک میگه که انقریب قانون اساسی در حالت جور شدن است اون قانون اساسی که جور شد تمام مردم موشوها بیادر در زیر یک چتری در زیر چتری قانون اساسی کلگی آرام زندگی میکنند من نمیگم خبرهای سر چوک میگه خب دیگه چی گفتم؟ لالا اطلاع بیادر به می 2 گوش گناهگارم شنیدم که میگن من نمیگم خبرهای سر چوک میگن اون میفهمی که خبرهای سر چوک دروغ هم نیست
میگن که انتظاری که ساز فروشی و طلا فروشی سرای شاهزاده را دیزی کرده بود پلیسای بیدار کشور. من میگم من از مزار شریف دیگیرش کرده زده پس در کابل آورده شه. من نمیگم خبر سر چوک میگم خوب که پس اینطوری خبر کاغذ پیچی که خوب و مترسات لپ و جب داشته باشه که یک لغمنان دمه داشته باشه دار یا نه؟ غیر دمی قصه خود اصلی دیگه از گستگی بمره در قصه خود مانده نمیگم کجاست تخم کجاست دیگه چی گپ است؟ نیست از گستگی مردم چی گپ است که ما فقط والا تخمه تخم خیلی دیدی این حالا خبر گوش که ما برات خبر بگویم لالا آیت الله کن قربان چرا به می دو گوش گناهگارم شنیدم که میگن من نمیگم خبرهای سر چوک میگن که بقایای القاعده و طالبان را در کابل گیر کرده اما قصده که دو قبلش کرده او بچه چوب غریب آدم هستی شوله تا بخو پرده تا کو چند دفعه گفته میده که دمی سوچای بالا دست نزد تو باز برق میگیرید باز وقت دیگه من چیزی کردن نمیتونم یه سری خبری بگو که با ما یک لقمه نان داشته باشه چی کنی بخه گپی زیافه والله اطلاع بیادر ما فکر میکنیم که پیچی یک هوشیار آدم هستی مگم تو بیخی والا به عقل بودی زور آدم نیستی او بیادر من که گپ ها را میگم اندیوال گفته برای تو میگم من خود دیگه جای نمیگم باز گیرم که میگم من نگویم او اطلاع او بیادر آس فروش سر چوک میگه موچی میگه این کل کنه فروش ها میگه من میگم این تخم فروش میگه من خود نمیگم یک لقمنان دما داشته باشه قرار زور آدم نیستی دست دانم تخم آلسه داری که بکنه خبرهای سر چوکه برسونه او زور آور جیبای بیادرت از خبر پرست مگم تو یک کمکی فکرتا بگی جیبتا بخواد یک چیز را برو که ما هم بفهمم والا پام رشوت فرسیدی اندیوال دارم بیادر ما میگی سردار بیادر این هاش نخوری هاش خورده عقلت هم از دادی این قابل پلو ده در این چیزا چاره ما نمیشه مگم اگر شیرنیم دبل را نری دیگه اخبار سر بند است خلاص بزر آور شیرنی تا دبل میتام لیکن بگو که خبر تازه برای ما چیست لالایت الله قند قربان شم و می دو گوش گناهگارم شنیدم که خبرها میگه من نمیگم خبرهای سر چوک میگن که چوکی چرخکی ریاست سوی لالا آیت الله سمک زده روی میگن که آیت الله رئیس میشه قربان اجازت رئیسه؟ اوه سامت خان بفرمایید رئیس اجازت؟ مهربانی بفرمایید جناب رئیس صاحب محترم اجازت؟ مهربانی کنید رئیس صاحب عزیز اجازت؟ بفرمایید رئیس معزز اجازه میفرمایید؟ مهربانی حیات ما خان تبریک باشه تشکر برگ سبز و توفیق ترویج تبریک باشه رئیس تبریک برات نمیدونم خود شدم از خود ما این برگ سبز توفیق درویش فقط این چوکی برای خود جور شده باشه تشکر تبریک میدونم رئیس چقدر رئیسی میدونم چقدر رئیس خدا قدمشن میکنه رئیس صاحب رئیس تبریک بگم از صمیم قلب برات این چوکی برای خودت بیزی برواسی هست هدف انتخاب بجا و زیبا و سال تبریک باشه خدا میتونه باشه سپاس کاکا شکر قربان سر این آمد و سه مبارک سه خدا قدم شدید کنه که خود دمون ندادید قربان جواب آبا تشکر بکی شد جمع میکنم سید کنم کیشه
میبرم سید اینه سید ایشو رئیس بگویم بود سردار رفیقتون آمده سید بگوشه بیا خب بیا بیا اوه آیت الله بیادر چشمای ما روشن چشمای ما روشن نام خدا بیا که میگم اول خدا تبریک باشد السلام علیکم انجی والا شما خوب هستید خیر است انشاءالله زنده باشی کاکا شکر برای میمانه چای ده بچش یک عالم تشکر از تمامتان لطف کردین مهربانی کردین و بودن ما در این چوکی انشاءالله هیچ مشکلاتی نخواهد داشتیم همهتان باید یک زندگی خوشحال بودیم تشکر سید رئیس با ما اجازه باشه فرار همین نظم نصب بدیم کار به هیچ خلاصی نداره چای هم نوش جان کنیم میدونی کار کشید سردار جون کمی اخباری سر چوکا چه قراره آیت الله بیادر من دو گوش گناهگارم شنیدم که میگن من نمیگم خبرهای سر چوک میگن اونو میکنی که خبرهای سر چوک دروغ هم نیست میگن که کنم گروه این مردمای پیچ میمانا اشتکای خود از شهر کابل دیزی میگن گردهش میمیره نفروشه خدا میدانه که نکجا میکنه من نمیگم خبرهای سر چوک میگن سردار جان اینه دمت چی؟ دلش که گردهش میکشه دلش که قلبش میکشه اینه دمت چی؟ این تو کدام خبری دیگه داری نی؟ حیات الله بیادر به می دو گوشت گناهگارم شنیدم که میگن از آدم کلا موتر در شهر کابل جاد شده ترافیکا بیشی گرنس است من نمیگم خبرهای سر چوک میگن حیات الله خان ما دیگه برم که یک ذره سودا به خانه گرفته نیستم باز انشاءالله این دفعه خانه به دیدارت نیم یک دانه کوکم برات میارم ما پیسه برای دکاندار دارم گرفتیم؟ پیسه را گرفتم ما رفتم دیگه دامان خدا همین نمانده می دفتر گمش کو